سلام و درود. من خلبان علی رحیم آبادی هستم. لطفا در قلبت باز کن، من فرود بیام تا قلبت تا راز جهان هستی رو بهت بگم. هواشناسی از زبان عسکریان، بهترین موشک زبان، این نقشه ایران، نقاشش هم یزدان، از خانواده گربه نیست، از شیران، پایتختش تهران، رهبرش نایب امام زمان، رئیس جمهورش از مردان زنجان، جنگل قائم کرمان، رئیس شهیدانش با تیر شیطان، نام کوچکش قاسم خان. خلاصه جنسا خیلی ارزانه، بنز قیمت پیکانه، پول در آوردن ارزانه، دلار زیر تمن، لبا خیلی خندانه، تنب کوچک و بزرگ و بحرین مال ایران، دزدی مال شیطان، ایران یک روز در میون باران، زندگیمون شاهانه، خط فقر چخانه، قطعی برق نداریم، حبس ابد نداریم، بخل حسد نداریم، غصه و غم نداریم، اصلا دشمن نداریم. ترامپ الان زندانه، دنبال آب نانه، بیچاره گریان، اسرائیل موشو لایق یهودیان، قاتل کودکان. کودکان در اینجا یعنی آدم های کم عقل. زبان گنج بی پایان، دنیا به دستور زبانه. خب ای زبان هم گنج بی پایان تویی، ای زبان هم رنج بی پایان تویی. نقش هستی نقشی از ایوان ماست، آب و باد و خاک سرگردان ماست. انشاءالله انشاءالله هر موقعیتی هستی تو اینا رو بگو، من خواهش میکنم. اصلا مگو بس خراب، اصلا هر موقعیتی هستی اینا رو بگو، بعد 6 ماه بعدش ببین چی میشه. و در ضمن دست به دست کنه همه بدونه آقا یه چیزی به زبانت آمد به جهانت آمد. ای وای چقدر قرآن داره به ما تقلب میده، ما حواسمون نیست. از جانب حضرت یعقوب گفت میترسم یوسف رو بره گرگ بخوره، گرگ نخوردش که بودن گفتن یوسف خورد. این راز جهان هستی. آینده ای عجیب در انتظار جهان، شاید به زودی و در همین نزدیکی. شرکت ایلان ماسک آمریکایی مجوز جاسازی تراشه‌ای به اندازه کمتر از 1 میلیمتر را در مغز انسان گرفته است. این تراشه را در مغز یک معلول نخاعی جاسازی کردند که به وسیله ایجاد پل ارتباطی بین اعصاب نخاع توانست سلامتی خود را باز یابد و از رخت خواب بلند شود و راه برود. با کمک جاسازی این تراشه یک نابینای مادرزاد توانسته است که بینایی خود را باز یابد و با چشمان خود اطرافش را ببیند. به احتمال زیاد در مدتی بسیار کوتاه این تراشه به دست تمام انسانها با قیمت مناسب، حتی ارزانتر از گوشی‌های تلفن موبایل قرار خواهد گرفت که در تمام ابعاد زندگی انسانها شاهد یک تحول و فرگشت شگرف و بسیار مهم خواهیم بود. تحولی که آنها را از انسانهای ما قبل از ظهور این پدیده میلیونها بلکه میلیاردها سال در حد بی نهایت به جلو میبرد. در اثر این پدیده محیرالعقول در آینده بسیار نزدیک نسل گوشی موبایل و کامپیوتر از بین می رود و پزشکی در بیشتر رشته‌های خود طوری به جلو خواهد رفت که برای انسان امروزی قابل تصور نیست. مدارس و دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی بی‌معنا می شوند و اگر به طور کلی برچیده نشوند خیلی کوچک و محدود خواهند شد، زیرا با جاسازی یک تراشه در مغز یک انسان او در عرض چند صدم ثانیه میتواند با هر زبانی که دلش بخواهد صحبت کند، یا در مدت زمان کمتر از 1 ثانیه
معادله های پیچیده ریاضی و مسائل علمی را که نیاز به ماه‌ها و سالها فکر کردن دارند حل کند. چنین انسانی نیاز به مراجعه به پزشک یا وکیل و غیره ندارد و در هر علمی که بخواهد میتواند نظر بدهد و تحلیل‌های بسیار دقیق و مصون از خطا از یافته‌های علمی داشته باشد. در این موقعیت انسان‌ها دیگر نیاز به صحبت کردن یا نوشتن یا خواندن برای تبادل اطلاعات نخواهند داشت و به وسیله هوش مصنوعی در هر کجای دنیا که هستند تبادل اطلاعات می‌کنند. در آینده نزدیک خیلی از کارهایی که در حال حاضر رواج دارند از بین خواهند رفت و در نوع انسان یک فرگشت ایجاد خواهد شد، نه از نوع ژنتیک آن بلکه به مراتب فراتر از آن خواهد بود و انسان کنونی به انسانی دیگر تبدیل خواهد شد. در اثر این تحول عظیم انسان‌های نسل آینده به نسل ما همانند انسان‌های نخستین که میلیون‌ها سال با علم و زندگی فاصله دارند نگاه می‌کنند. انسان‌ها در حال وارد شدن به یک تمدن جدید و بزرگ و وسیع هستند که در این تمدن بسیاری از چیزهایی که ما در حال حاضر داریم از بین خواهند رفت. در آینده نزدیک چیزی به نام زبان یا خط دیده نمی شود و شیوه تبادل اطلاعات میان انسانها تغییر می کند و روابط عاطفی و احساسات و معاشرت‌های بین افراد دچار تحولی عظیم خواهد شد و شیوه زاد و ولد کردن انسان‌ها هم دگرگون خواهد شد. شاید با این تحول شگرف انسان خیلی سریع از کره زمین به کرات دیگر که خیلی وسیع و پرنعمت هستند مهاجرت کند و زمین در آینده نچندان دور به یک مخروبه غیر قابل سکونت تبدیل شود.